بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان دعوای سوره مره ثانیه، الله سبحانه و تعالی تردید شرک عملی و فعلی را میکند. سروران گرامی، 4 مسئله بسیار مهمند در قرآن عظیم الشان که شاید از شروع قرآن الان شما میخوانید. اون 4 مسئله با حکمهای جداگانه، یکی تحریمات الله، دیگر تحریمات غیر الله، نذور الله، نذور غیر الله. تحریمات الله اون چیزهایی را میگن که الله آنها را حرام کرده. تحریمات غیر الله اون چیزهایی را میگن که غیر خدا آنها را حرام کرده، الله حرام نکرده. نذور الله نذرهای الهی که برای تقرب و خوشنودی الله تعالی تقدیم می شوند، چه آن نذرهای الهی وجه نقدی باشند، پول باشند، دامی باشد، گاوی، گوسفندی، شتری و چه دیگه چیزی باشد که به خاطر خدا داده بشه، این همه نذر. حتی یک لیوان آب، حتی آب هم نذر خدا هست. کسی آب میده، چای میزنه تا مردم آب بخورن، آب میده، آب سرد فراهم میکنه برای مردم، جای مردم نیازمند به آب سرد هستن. این همه نذر الهی است. و نذور غیر الله اون چیزهایی که برای خوشنودی غیر الله داده میشه. حکم این 4 تا جدا جدا هست. تحریمات الله چیزهایی را که الله حرام کرده، حکم اینها اینه که در اعتقاد هم اینها را انسان حرام بدانه و عملا هم از آنها اجتناب بکنه. تحریمات الله حکمشون اینه که در اعتقاد هم انسان آنها را حرام بداند و از استعمال و استفاده آنها اجتناب بکنه. مثلا میته هست، لحم خنزیر، ما اهل به لغیر الله هست. این چیزها را که الله حرام کرده، انسان در اعتقاد هم اینها را حرام بداند و عملا هم از آنها اجتناب بکند، یعنی از اونها استفاده نکنه. تحریمات غیر الله حکمشون چیز جدایی، چیزهایی را که غیر خدا حرام میکند، انسان در اعتقاد آنها را حلال بداند و حتی المکروه از آنها استفاده کنه، به استعمال خودش بیاره. مثلا آوای این جنگل را که قبر بایزید بستانیه، مردم شکارش را، خوردنش را، اینها را حرام میدانند چون اینا شکار این جنگل هست. یا کبوترهایی که سر قبرهای بندگان خدا هستند، این چیزها را اونها حرام میدانه استفاده اینشون، حالا که خدا اینها را حرام نکرده. اگر بدون مالکن، مالکی ندارن، همینطور آمدن جا گرفتن، خب چیزهای مباحی هستن. شکار مباح برای مسلمان بخوره. اینها مشابهت با حرم الهی کردن، چون در حرم الهی صید و شکار حرام، اینها قبرها را هم حرام قرار دادن و صید و شکار و مثلا کبوتر، قمری، این چیزها را اونجا ممنوع میدانن، شکارشون ممنوع میدانن، حرام میدانند. مسلمان نباید آنها را حرام بداند، بلکه آنها را حلال بداند و حتی المکتوب توی سیخ کباب بزنه و بخوره. این تحریمات غیر الله هست. آن چیزهایی را که غیر خدا حرام کرده، انسان اعتقادا آنها را حلال بداند و حتی المقدور از آنها استفاده کنه. نذور الله اون چیزهایی که برای خدا نذر داده میشوند، هر چی باشه، از حیوان گرفته تا شیرینی و تا نخود و همه این نذرهای الهی را اعتقادا هم حلال بداند و از آنها استفاده کند. نذر خدا همه چیزی که الان توی مدارس میان اینها نذرهای الهی است.
گاو، گوسفند، شتر، پارچه، روغن، برنج، این همه نظرهای الهی است. هم باید انسان اعتقادا اینها را حلال بداند و از اینها استفاده کند. و دیگر نظرهای غیر خدا هست، نذور غیر خدا، اعتقادا هم انسان آنها را حرام بداند و عملا هم از آنها اجتناب. این نظر غیر خدا. ببینید تحریمات غیر خدا را حلال بداند و حتی مقدور از آنها استفاده کند و نظر غیر الله را حرام بداند و اعتقادا حرام بداند و عملا از آنها اجتناب کند. بین اینها چرا فرقه؟ برعکس اعتقاد مشرک خدا دستور داده. تحریمات غیر الله را اون غیر خدا استفاده از آنها را حرام می‌داند. الله تعالی گفته اینها حلاله. من حرام نکردم، شما چه کار داری حرام میکنید؟ حالا ما در سوره انعام و مائده تشریح مسئله میاد. بسیاری از شترها را، بسیاری از گوسفندها را مشرکین استفاده آنها را حرام می‌دانستند. الله تعالی گفت نه، حق نداری. این چیزها که من خدا حلال کردم شما حق ندارین اینها را حرام بکنید. من حرم زینت الله التي اخرج للعباد والطیبات من الرزق. تفصیل این مسئله در سوره انعام میاد. انواع محرماتی را که مشرکین درست کرده بودند. خب نذور غیر الله را که برای غیر خدا نذر میشه، مشرک اونجا استفاده از آن نذرهای غیر الله را ذریعه خوشنودی میدانند. شما برعکس کنید، چون نذر غیر الله شده این نجس مرداره، از این استفاده نکنید. الله تعالی گفت اون دامی، اون شیرینی، اون آبی، اون شربتی که برای خوشنودی غیر خدا داده میشه این قطعا حرامه و شما حق استفاده از اون ندارید. اهانت میشه. نذر غیر خدا حرامه. این مسئله را قرآن عظیم الشان با قوت بیان کرده که تشبیه تحریمات الله، تحریمات غیر الله، نذور الله، نذور غیر الله در سوره بقره هم میاد، در سوره مائده هم میاد، در سوره انعام هم میاد و در سوره نحل با هم قاطی هم. اینجا یا ایها الناس بیان تحریمات غیر الله، آن چیزهایی را که غیر خدا حرام کرده اونها را حرام ندانید. کلو را معنی عام میکنیم، استفاده کنید از آنهایی که در زمین حلالا طیبا، در شریعت محمدی ممنوعیتی نداشته باشند، حلال هم باشند، طیب هم باشند. مال دیگران حلال هست لیکن طیب نیست. حالا یک دوستی میگه بابا مولا تو همین گاو چطور میگی حرامه؟ گاو دزدیده بود، گوسفند دزدیده بود، پولها را دزدیده، میگه این پولها حرامه، این گاو حرامه، این گوسفند حرامه. حرام نیست لیکن طیب نیست، چون مال دیگرانه. مال دیگر را خوردی برای تو خوردنش حرامه، برای صاحبش که حرام نیست. پول دیگر را بردی خوردی، محصولات زمین دیگری را بردی خوردی، خب برای تو استفاده حرامه، طیب نیست. لذا آن چیزهایی را که غیر الله ها در زمین خدا حرام کردند، مشرکین انواع و اقسام دامه ها را حرام کرده بودند و به نامه های مختلف هم یاد میکردند، صاحبه، بهیره، هام، وسیله، تشریحش میآید. الله تعالی میگه بخورید، یعنی استفاده کنید از آن چیزهایی که در زمینن، در حالی که برای حلال باشند در شریعت محمدی و ممنوعیتی نداشته باشند، طیبا باشند، مال دیگران نباشند. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اتباع نکنید قدم های شیطان را. خطوات من خطوه من قدم های شیطان را در تحریم اشیاء. من حرام نکرده شما حرام میدانید. الله تعالی صید و شکار جنگلی که بایزید بستامی در آن دفن مگه خدا حرام کرده؟ شما از طرف خود حرام میکنید. کبوترها و دیگه اشیاء خوردنی و حلال، قمری ها که سر قبرها میانجا میگیرن، اینها مگه حرامه؟ اینها را بکشید بخورید به شرطی که مال دیگری نباشد، کبوتر ملک دیگری نباشد.
حالا این نیست که کبوتر مردم تو بازار میگردن و سر خانه شما آمدن، تو خانه شما آمدن، شما شکار کنید و بخورید. نه، اینها نیستن. گر چیزهایی که در بیابانن مباهن، مالک مخصوصی ندارن، پس شما بخورید. و در تحریم غیر الله، در چیزهایی که غیر خدا حرام کرده، این اتباع شیطانه. در تحریم اشیاء شیطان اتباع نکنید. لا تتبعوا خطوات الشیطان، چرا؟ انه لکم عدو مبین. انما یامرکم بالسوء، شیطان شما را دستور به بدی میدهد در اعمال، و الفحشاء به بی‌حیایی در اخلاق. و شیطان به شما دستور میدی بگید بر خدا آنچه را که نمیدانید، در عقاید، در رسومات. حالا همین چیزهایی که سر قبرها برای مردم حرام بیان میکنه، مگه اینها را خدا گفته؟ نگفته. که چیزی را که خدا حرام نکرده شما چرا حرام میگی؟ شما از طرف خود چرا اشیایی را که خدا حرام نکرده شما حرام میگی؟ این تردید تحریمات غیر الله است. و شما را شیطان دستور به گناه میدهد، دستور به کارهای بی‌حیایی میدهد. من جمله چیه؟ لباس. مشرک مکه لباس را به تن نمی کردن که ما با این لباس ها گناه کردیم، آلوده شدیم، لحاظا با این گناه ها چطور خانه پاک خدا را طواف بکنیم؟ خب این هم تحریم غیر الله درست کردن. تو گناه کردی، لباس گناهی دار، عقل نداشتن، لخت می کردن که ما با این لباس گناه کردیم، لحاظا چطور خانه کعبه را طواف بکنیم؟ الله سبحانه و تعالی میگه اتباع نکن، لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. و دشمن شماه، او شما را به گناه دستور میده، به وجه این عداوت او شما را به فحشا و به لختی و عریانی دستور میده، و او شما را دستور میده که بگید بر خدا چیزی را که خود شما نمیدانید. الله تعالی این چیزها را حرام نکرده، شما از کجا حرام میکنید؟ بسیار چیزا الله تعالی حلال کرده، مردم دست نمیزنن. هیزم خشک اون جنگل را هم دست نمیزنن. یک زمانی ما رفتیم سر زیارتی به نام پیر سهراب، او سالها زیارت بود و دوروبر او دیگر نظرهای غیر الله به کثرت کشته شده بود و هیزم دیده نمیشد. تقریبا آخر زمستان و اول بهار بود، توی پلاس هم سرد بود، نیاز داشت انسان که آبی گرم کند و آتش روشن کنه که سردی میخوره. تعداد از این پیرمردایی که دور بر پیر سهران گشته بودن، بعد جماعت تبلیغ بودیم سر زیارت پیر سهران، مجاور اون دیگه به نام ملنگی بود و خلاصه اون ملنگ خیلی تبلیغ کردیم، جوانی ما بود، قرآن خواندیم، آیات خواندیم، و سکوت بود. شب ما را بردم اون طرف، من رفتم تا دور بر همون زیارت، همون دیوارش و همون سنگه ها که به نام زیارت قدیم که لنگر منگر زیادی داشتن، لنگر میدانید چوبه ها را میبستن و اینها را پارچه میبستن. اونجا هیزم های خشکی گذاشته بود، خیلی کنده های خشکی. ما دیگه گفتم انشاءالله که صبح این کنده ها را میارم و در خانه اون ملنگ آتشی روشن میکنم. از آن صبح دادم و رفتم یک بغل بزرگ از اون کنده های پوده، خیلی هم کهنه بود، آوردم یک آتشی بادشاهی روشن شد. آتش بادشاهی را اونهایی که تو پلاس زندگی میکنن و قدر آتش را میشناسن میدانن که آتش بادشاهی یعنی چه. خیلی با کیف آتش روشن شد، آب گرم شد. خب اونها که دست نمیزدن این هیزم خوش کرده، چون سر زیارت اصلا دستش نمیزنن. خدای پناه تو، بگید بر خدا آنچه را که نمیدانی. امروز چقدر انسان ها بر خدا چیزی میگن که نمیدانن. بندگان خدا را چه القابی میدن که خدا این القاب را بون بندگان هم. اونا را الله تعالی میگه بنده منن، غلامن، کنیزن، اینها را میدن مقام خدایی. نعوذ بالله صفت خدایی، جبروتی برای خدا هست، خدایی برای خدا هست. اینها میگن بله اینها صفات جبروتی دارند و الهی دارند، اگر که به صورت زنی ظاهر شدن. نعوذ بالله صفات جبروتی و الهی دارند، اگر که به صورت زن ظاهر شدن. سبحان الله، اینهی مسیحا گفتن که الله به صورت مسیح ظاهر شده.
خدا فتوای کفر را برای اینها صادر کرد. و اذا قیل لهم، وقتی بینا گفته می شود برای مشرکین که از طرف خود تحریمات درست کردن، اتبعوا ما انزل الله، اتباع کنید ما انزل الله را. بیان کرده جلاله من التوحید و تحلیل الطیبات، در باب توحید، در باب چیزهای پاک که خدا برای شما حلال کرده اتباع کنید، رسم و رواج را ویل کنید. قالوا، آنها میگن نه خیر، بل بمعنی بلکه نتبع ما الفینا علیه آبانا، ما اتباع میکنیم آن چیزهایی را که یافتیم بر آن چیزها آبای خود را، در عبادت اصنام، در تحریم سوائب بهائر، در تمام این تحریمات غیر الله سوائب و بهائر. اینها را من تشریحشون الان نمی کنم، فقط شما این لفظ را بفهمید انشاءالله. ما جعل الله من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا هم، اونجا تشریح خواهم کرد. در تحریمات غیر الله ما آبای خود را، هر چیز را که پدران ما حرام دانسته ما حرام میدانیم، هر چیز را حلال دانسته ما حلال میدانیم. الله تعالی میگه در تحریم و تحلیل، در تمام ابواب ما انزل الله را اتباع کنید. آنچه را خدا حرام کرده حرام بدانید، آنچه را خدا حرام نکرده حلال بدانید. حلال خدا را سروران گرامی، حرام دانستن آنقدر گناه است که حرام خدا را کسی حلال بدانه. چیزی را که خدا حلال کرده انسان اون حلال را حرام بداند، همون قدر گناه است که انسان یک حرام خدا را حلال بداند. اتباع کنید ما انزل الله را. تو اینها میگن نه، ما آنچه را که آبا و اجداد خود را دیدیم اتباع میکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه اولو کان آباهم لا یعقلون، همزه استفهام است و عاطفه معطوف علیه محذوف است. آیا اینها اتباع میکنن آبا را؟ اگر باشند آبای آنها که هیچ چیز ندانند در باب دین، ولا یهتدون و راه یافته هم نباشند، آبای بی علم را اتباع میکنند، آبای بی عقل را اتباع میکنند، نه علم دین داشتن نه عقلی داشتن، اونها از عقل خودشون چیزی تراشیدن، از عقل خود این هیزم خشک را حرام میدانند، دست نمیزنند. آیا خدا گفته این هیزم خشک درست شده که انسان 20 روز از سردی و گرمی و برای خود غذای درست میکنند؟ نه، اتباع میکنند. اگر که آبای اینها عقلی هم در باب دین نداشته باشند، هدایتی از خدا هم نداشته باشند، آبایی که خود مثل اینها بودن، چطور اونها تقلید میشن؟ باید در تحریم و تحلیل اشیاء انسان از ما انزل الله استفاده کنه. آنچه را خدا حلال کرده حلال بداند، آنچه را خدا حرام کرده حرام بداند. چیزی را که خدا حرام نکرده چرا شما حرامش میکنید؟ این جرمه، این جنایته. بله، تقلید آبایه. پدران ما حرام دانستن، از ما حرام. این جای روستای به نام دهبابیده، یک زمانی درخت خشک پوده‌ای که خدا بداند چند 100 سال قبل این درخت افتاده بود و این دست نمی زدن، هیزومش دست نمی زدن و نامش بود مرتضی علی. نامش بود مرتضی علی. 3-4 تا طالب که توحید را شناختن روزی رفتن تا مرتضی علی دراز کشیده، تویش هم پوده و خالیه و لحاظا یک مقداری هیزم گذاشتن داخلش، هیزم خشک نرم و کبریتی زدن و بعد خدا هم میوزید دیگه مرتضی علی پودر شد. ما چوبیه به نام مرتضی علی. چقدر ظلم. سبحان الله. اینقدر چوب بزرگی بود کنده‌ای که برای خاموش کردن آتش ماشین‌های آتش نشانی از قاش و از زاهدان حرکت کردن، به قدرت رب العالمین در مسیر خراب شدن. اینقدر بزرگی بود. چون کوچکی نه شما فکر میکنید. خیلی الله تعالی او را پودر کرد. بعد از 100 سال که علما آمدن پرستش میشد.
انواع و اقسام پارچه های اینجا میبستن. شما دیدی همینجا بری هر یکی میره پارچه میبنده، بعد اینه باز میکنه مشکل گشای، خاک بر میدارن میخورن. خاک شفا اسمش هم است خاک شفا. چطور؟ و قدیم هم میگفتن خوردک، در بلوچی ما خوردک، ما مریض شدیم میآورن به دهن ما میریختن خاک را. مادری نداشت این خاله های ما محبت میکردن این خاک ها را میاد تو دهن ما میریختن که خوردک ملک سیحکو پیر سهران است و سلطان است. خوردک سلطان خاک نام شده بود خوردک. ما زمان سر یکی از این زیارتها رفتم با داییم خدا مغفرتش بکند. من اونجا گفتن دایی خوردک چیه؟ تو خاک. گفتم اینه. من همونجا فکر کردم اینها خاکن. ما اول که به دهن ما میریختن نامش بود خوردک، ما نمیفهمید. دیگه من گفتم اگر سر ما مکاده رفتن خورده زیادی میارم. اونجا هم که رفتن همه خاک بود، همه زمین بود، سنگ ها را جمع کرده بودن و کبری درست کرده بودن و نامش خوردک چیه؟ همین خاکه. من خدا میداندم اونجا تو قلب من آمد. خب جرأتی نداشتم که حرفی بزنم، کوچک بودم علمی چیزی. من دیگه گفتم این خاکه. چرا میگه خورده و چیزی دیگر؟ این خاکه. خب ما نمیفهمیدیم که خاک نام شده خورده و چوب خشکی نام شده مرتضی علی. این هست اتباع شیطان. الله سبحانه و تعالی حالا یک مثال سوفهمی مشرکین را بیان میکند که مشرک فهم ندارد، درک ندارد، شعور ندارد، عقل ندارد. الله تعالی میگه مشرک حیوان است. کیه؟ حیوان. حیوان صدا میشنود لیکن میفهمد. اگر یک شبانی دنبال حیوانات گوسفندا را نصیحت کنه، او گوسفندا هوشیار باشید، گرگی در کمینه شما را میخوره، این گوسفندا صدا را که میشنوند لیکن میفهمند که دور اونا را داره نصیحت میکنه. صدا میشنوند لیکن فهم ندارد. الله تعالی میگه این کافرها، این مشرکین در تقلید آبا به عینی حیوانن. حیوان صدا میشنود، حیوان اینقدر میداند که اینجا من که دادم بیاد همینجا بیسته. حیوان اینقدر میداند که به من این آقا که داده، پس دور بره همین آقا میگرده پیشین نمیگه. لیکن اینها حیوانن، صدا میشنوند، میدانند کاه و علف را، محل کاه و علف را، چراگاه را، طویله را. شب بر نمیگرده حیوانات به طویله خود، لیکن هیچ شعوری ندارند. به عینی الله تعالی میگه مثال دایی کافر مثل رایی گوسفنده. گوسفند از رایی جز صدا دیگه چیزی را نمیفهمه. میفهمه البته صدای رایی را میفهمه. وقتی شما حیوان را صدا بدهید به اون صدایی که برای اون حیوان معموله، فوراً میسته. همین دو گوش را خوش میکنید میسته، خیلی میکنید حرکت میکنه. این خاطر الله تعالی اینها که اتباع آبا و اجداد را که آبا و اجداد آنها هیچ علمی و دانشی نداشتند، الله تعالی تشبیه یک دام میده. بین خاطر برای معنی درست شدن مثال سوفهمی مشرکین. ببینی حضرت استاد علیه خدا رحمتش بفرماید چطور ارتباط داده آیات را. خب بعد از مثل لفظ دایی مقدره، مثال دایی کفار مثل اون کسی هست که صدا می دهد اون دامهایی را که اون دامها نمیشنوند از این آقا الا دعا و
مگر صدای او را و فریاد او را. شبانه ها از فاصله های دور گاگای رمه ها را صدا میدن و اون رمه های تربیت یافته که چوپان خوب باشد به صدای این چوپان این دامه ها میبینی که مسیر خود را عوض کردن، داشتن میرفتن، چوپان از اینجا صدا میده، این صدای بلند چوپان اون دامه ها متوجه میشن. الله تعالی میگه این دامن هیچ چی نمیدن، صدا را میشنون و جیخ را و فریاد را هم میشنون. دعا به معنای صدا هست و ندا به معنای جیخه. فرق دعا و ندا را برای شما بگم، یکی صداه یکی جیخه. ثم این خبر مبتداش محذوفه، اینها کرن از شنیدن حق و حقیقت، بکمون اینها گنگن از بیان حق و حقیقت، عمیون کورن از دیدن حق و حقیقت، لحظا فهم لا یعقلون اینها عقل ندارن چون که حواس آنها مختل شده، اینها دامن. و دعوت داعی مثل همون فریاد رائی، رائی جیش میکشه، دامه ها را میتونه تفهیم بکنه، صدا هم میشنون، فریاد هم دامه ها میشنون، دامه ها کاملا فریاد را میشنون. من عرض کردم شما ندیدی رمه به فاصله خیلی دوره، وقتی این رائی از اینجا جیش میکشه همونجا رمه هم متوجه که دیگه ما باید سر و ته کنیم. شطور اولا همه اینها صدا را از دور هم میشنون و باز هم متوجه میشن و بعضی دامه ها که از صاحبان خودشان خوب خدمت دیدن صدا را هم تشخیص میدن که صدای مالک و دامه های هستن که فقط با مالک رامن و برای مالک تسلیمن، دیگه غیر مالک میره اونا تسلیم نمیشن، نه سواری میدن نه بار میدن، میپرند لیکن اگر مالک بره میستن. کاملا الله سبحانه و تعالی مذمت کرد. خب ایاده تحریمات غیر الله، یا ایها الذین آمنو کلو را معنی عام میکنیم، به استفاده خود بیاری طیبات، یعنی آنچه که ما شما را رزق دادیم، از طرف خود حرام درست نکن. الله تعالی میگه از آنچه که طیبات، اضافت طیبات به طرف ما رزقناکم اضافت بیانیه، یعنی بخورید، حالا یک چیز خوردنی نیست، آب این نظر غیر الله نمیخوره تا ببره سر زیارت بعد میخوره، و نظر ملک سیاکو را در زاهدان میخوره باید بره همونجا. خب خدا که نگفته، خدا گفته اینجا خوردنش حرام میدانند. کسه کردن که نظر میکردن برای معبودهای غیر الله تا به سر زیارت نمیرفت، نورا سوار میشدن، نورا میکشتن نمیخوردن. اللہ تعالی میگه این از کجا؟ من برای شما اینجا حلال کردم، اینجا نیازمندی نمیخوری که بله سر زیارت میبرن. من که نگفتم ببری سر زیارت، اینجا خوردنش حرام میداند، اونجا حلال میداند. الله تعالی میگه اگر نظر منه پس اینجا بخورش. الله تعیین نکرده برای نظرها وقت و زمانی، خب برای بعض یه تعیین کرده، مثلا برای قربانی زمانی تعیین، بعد از نماز عید در شهرها زمان قربانی شروعه در تمام دنیا تا غروب آفتاب روز 13 یا 12 3 روز قربانی، 10 اون هم روستایی بعد از صبح صادق میتونه قربانی رو بکشه. برای اون زمان را خدا تعیین کرده شریعت، و برای شهری بعد از نماز قربانی. این قربانی وقتش تعیین، باقی قربانی ها که خدا وقتشون تعیین نکرده.
هر زمانی نذر کردید بکشید و بخورید و بدهید. کل گوسفند را نذر میکنید میدید، قسمتی از آن میدید، همه اینها نذر الهی. پس ای مسلمان ها شما بخورید از پاکیزه هایی که ما به شما رزق داده ایم. واشکروا لله، و فقط شکرگزاری فقط خدا برای خدا بکنید. این دام نظر الله است، فقط برای الله بخورید و بدهید، سپاسگزار الله باشید. ان کنتم ایاه تعبدون، خوب متوجه باشید. اگر واقعا شما فقط خدا را پرستش میکنید، نظر برای غیر الله ندهید، حرام به خاطر غیر الله نکنید، چیزهایی را که الله تعالی حرام نکرده شما حرام درست نکنید آنها را. اگر واقعا شما خدا پرستید، اگر واقعا بنده خدایی، پس چرا چیزی را که خدا حرام نکرده شما حرام میکنید؟ خدا به ما گفته برای انبیاء و اولیاء نظر بدید، ببرین سر قبرهای آنها. انصافاً الله تعالی به ما دستور داده؟ اگر داده و هات برهانکم، کجا خدا به ما دستور داده؟ الله تعالی میگه زمین من فعل کردم و زمین را من سبز میکنم و دانه ها را من به ثمر میارم. شما نظر برای سلطان میدید؟ مردم این دیار ما چاریتی بودن، یعنی گوسفند نر چهارم بزغاله یا بره نظر سلطان بوده، حتی برای سلطان نظر کردن. یک سنگی نامش کردن سلطان، یک سنگی نامش کردن پیر سهران، یک سنگی نامش کردن نمیدانم ملک سیاه‌پور، یک سنگی یک چوبی نامش کردن بیبی دوست. ظلم نیست؟ اگر واقعا شما خدا پرستی، تو آنچه را خدا حلال کرده حلال بدانید، بخورید و نظر برای خدا بده. اکنون بیان نذور غیر الله هست. آن چیزهایی را که شما برای غیر خدا نظر میکنید آنها حرام تا زمانی که اعتقاد شما بر نگردد و شما موحد نشدید، او حرام. انما حرم علیکم المیت. شما از طرف خود ببینید در آیات ما قبل بیان تحریمات غیر الله بود. بسیاری از اشیاء را مشرکین برای خوشنودی معبودان خود حرام کرده بودند. مثلا نظر معبودان خود را تا به سر معبود نمی رفت حرام می دانستند. خوردن آنها را، سواری آنها را، بار آنها را، پشم آنها را، شیر آنها را، حتی بعضی از دامها شیرشون حرام می کردن که نظر معبود کسی نمیتونه اینه بخوره. و گوش هم می بریدن برای معبود. الله تعالی گفت این چیزایی را که شما از طرف خود حرام کرده اید، اینا را که من حرام نکردم بخورید، اینا پاکیزه من برای شما حلال کردم. هر جا قدرت داشتید مخدور بود برای شما استفاده کنید. آنچه را که خدا حرام کرده حرام بدانید. انما این کلمه حصر به اعتبار تحریمات غیر الله است. بسیاری چیزها را غیر خدا حرام کرده. الله سبحانه و تعالی میگه آن چیزهایی را که شما حرام کردید اونها حرام نیستند. آنچه که خدا حرام کرده حرامن. من جمله انما کلمه حسرت حرم علیکم المیتة. آنهایی را که شما حرام کردید اونها حرام نیستند. خدا بر شما میته را حرام کرده. هر آن جانوری از جانورها و پرنده ها که بدون نام خدا بمیرن، که ما عرب میتش میگه، ما خود مردش میگی، اینها را حرام کرده. شتر، گاو، گوسفند، مرغ، وقتی مرد میته شد، شتری که 1,000,000 قیمت دارد میته شد، حرامه. حق ندارید این شتر بخورید. حالا اگر یک انسان 1000 مرتبه نه 1,000,000,000 مرتبه بسم الله الله اکبر کنه و شتر مرده را ذبح کنه، او حلال میشه؟ هرگز حلال نمیشه. همه شما اعتقاد دارید. مرغ مرده را بسم الله الله اکبر کنید و سرش ببرید، حلال میشه؟
صبح رفتی تا مرغ شما که قیمتش 2,000 تومن بود، 5,000 تومن بود، بوغلمویی که 8,000 تومن بود، او مرده. هرچی بسم الله الله اکبر کنید و سر شبه بودید حلال میشه. میته خدا حرامش کرده. چیزی را که خدا حرام کرده باز نام خدا او را حلال نمیکنه. چیزی را که خدا حلال کرده نام خدا حلالیش را اضافه میکنه. میته حیوانی که مرد حرامه. هر چقدر قیمت داشته باشد، هر چقدر ارزش داشته باشد، باز حرامه. خب و دم، خونی که از گلو و از مذبح و منحر میریزه، این خون هم دم است. قدیم خون را میگرفتن با پی همراه میکردن. این خونه هایی که از مذبح حیوان و از منحر میریزن، این خونه ها مردارن. خدا اینها را حرام کرده. کسی این خونه ها را بگیره بپزه بخوره حرام، با پی همراه کنه بخوره حرام. و قدیم اینا میخوردن. این خون اگر تو کاسه جمع بکنن و بعد خود به خود این خون میبینی منجمد میشه. همین خونی که از مذبح میریزه اگر شما در یک ظرفی بگذارید در ظرفی 1 دقیقه منجمد میشه. وقتی اینا بپتید هم دیگه پخته میشه. این خون حرامه، حق نداری بخورید. هرچی از مذبح و منحر ریخت دیگه حرامه. این قرآن گفته دمن مسفوحا، لحاظا خونی که با گوشت تصفیده است اون خون حرام نیست. هرچی خون با گوشت میمانه اون خون حرام. چرا قرآن گفته دمن مسفوحا؟ اون خونی که جاری میشود و میریزد اون حرام. و دیگه آنچه که صدا بلند کرده شود بهی به معنای علیه بر آن، لغیر الله برای غیر خدا. وقتی ولحم الخنزیر در وسط آمد، گوشت خنزیر با تمام اجزایش، خنزیر حرامه. تنها گوشت شگر حرامه، پیش حلال نیست، استخوانش هم حلال نیست، مویش حتی هم حلال نیست، پوستش هم حلال نیست. چون معظم اجزایش گوشت بوده قرآن لحم الخنزیر گفته، ورنه خنزیر با تمام اجزای خودش حرام و مرده. و دیگه آن چیزی که ما موصولی اهلا به معنای رفع صوت، صدا بلند کرده شده است بر سر آن، لغیر الله برای غیر خدا. این نظر سلطانه، این نظر فلان امامه، این نظر فلان ولیه. صدا بلند میشه نمی کنن. قدیم که تو این دیار چند تا گوسفند ردیف میکردن. اول این نظر خدا، این هم نظر سلطان، این هم نظر پیر سهرا. حالا من از دیار خودم دارم حرف میزنم، شما هر یکی نظرهای دیار خود را بدانید. به هر کسی به یک نامی نظر کرده. الله تعالی میگه هر آن چیزی، ببین لفظ ما و لفظ ما برای عمومه، دام باشد، شیرینی باشد، نخود باشد، هر چیزی که صدا بلند کرده شود بهی علیه لغیر الله، برای خوشنودی غیر خدا، برای رضامندی غیر خدا، ولو هم که آب باشد و ولو هم که پارچه باشد، ولو هم که شیرینی باشد، نان باشد، همه اینها الله تعالی میگه قطعا حرام. نظر غیر الله را حرام کرد قرآن. و این مسئله را به همین روال در 4 صورت خدا ذکر کرده. سوره بقره، بعد میاد سوره مائده، بعد میاد سوره انعام و بعد میاد سوره 4 تا محرمات ذکر کرده. عرب ها میته هم میخوردن گاهی، لحم خنزیر یهودی ها و نصرانی ها میخوردن، دم مسفوح هم میخوردن و نظر غیر الله را هم تأخیر میخوردن، لذت هم میبردن. الله تعالی همه شراب
جا قرآن که ذکر کرده ما اهل به لغیر الله را با لحم خنزیر همراه کرده. بزرگان دین، فقها که علم استنباط را داشتن تا اینجا هم تصریح کردند که هر اندامی که برای قدوم امیر در جلوی امیر کشته می شود، امیر چه استاندار باشد، چه حاکم باشد، هر که باشد، چه رئیس جمهور باشد، اون دامی که در جلوی امیر کشته می شود، فقهای احناف و بلکه میگه فقهای اهل سنت تصریح کردند که این هم در ما اهل به لغیر الله داخل است و حرام است. امروز هم که در کدوم حاجی ها میکشند، گوسفنده ها را ردیف میکنند و جلوی حاجی و زیر دست و پای حاجی یا معتمر گاو و گوسفند میکشند، این هم از نظر فقه احناف و اهل سنت حرام. این هم در نزد غیر الله شد. چرا؟ اینه بفهمید، اینجا جان این حیوان را برای غیر خدا میده، جان نفس، روح. یعنی این حاجی و معتمر شده مقدس، پس در کدوم اون باید گاوی کشت. من به آنهایی که نظر میکنن جلوی حاجی ها گوسفنده ها را میبرن میکشن، به آنها میگویم که شما یک روایت بیاری ثابت کنید که سید الاولین و الاخرین وقتی از حج و عمره برگشتن در کدوم پیغمبر اسلام کسی یک گوسفندی یا یک مرغی یا یک شتری کشته؟ تاریخ بیار ورق بزنید. هر عملی که انجام گرفته مکتوبه. ما مدعی در برابر یهود و نصارا که سیرت پیغمبر ما کاملا مکتوب با ما هست. بزرگان دین تاریخ نوشته کردن، کتب احادیث را جمع کردن و فقه هم که شرح قرآن و حدیث هست. آیا در کدوم سید الاولین که از جهاد برگشته، از حج برگشته، از عمره برگشته، آیا یک گوسفندی کشته شده؟ بیاری دلیلش را ثابت کنید. از تاریخ بیاری ثابت کنید، از کتب حدیث بیاری ثابت کنید. هیچ چیزی نبوده. این یکی از اون اتباع شیطان است که الله تعالی فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دام خدا داده. یک حاجی رفته حج و عمره، خدا بداند که کدوم حاجی به حج و عمره رفته حج و عمرش مقبول شده، گناهش بخشیده شده. اگر فوقش هم که بخشیده بشه گناهش مورد عفو بخورن، او یک بنده ایه، یک بنده عاجز و گناهگاریه، خدا بهش عفو داده. حالا شما برای او را صفت خدایی میدهید و در جلوی او سر دامه ها را. خب با مهمانی چی؟ ما میریم به خانه عزیزمان، برای ما میره گوسفندی بزغاله میارد و یک جا کباب میکنه میده. فرق که نظر غیر الله با مهمانی چیه؟ مهمانی میکشیم نه؟ سرور گرامی، در مهمانی مقصد دادن گوشت یا روح را پیدا کردن. من آمدم در خانه حافظ صاحب، بزغاله آور سرش را برید، لیکن موقع نهار خروط آور سر سفره. من از این طرف اون طرف نگاه میکنم، بابا خبری از گوشت نیست. شما بگید من از این میزبان خودم خوشنود میشم. چرا؟ هدف من بوده که گوشتی من میرسه. بزغاله صدا داد و کارد هم صدا داد، تیغ شد و لیکن سر سفره خروط آورده شد، بازنجان آورده شد. هرگز میگیم این میزبان ما را اکرام که نکرد کرد. لیکن هدف نگاه کن. من رفتم به خانه عزیزم، در زدم، در باز کردم، ماشاءالله بزغاله آویزان پوستش دارم میکنم. خوشحال شد که ماشاءالله رفیق ما آمد. فوراً خوشحال نمیشه 100%. و این بزغاله را پایین میاره،
اول میخواست خودش مقداری بخوره، مقداری توی ماشاءالله فریزر بگذاره، به قول یک بلوچی توی بخیل بگذاره. ما قدیم قصدقی بودیم، یک گوسفند میکشتیم، میپختیم، میخوردیم، میدادیم. حالا بخیلی درست شده در کنج خانه، هر چی که احساس میکنیم اضافه پخته و نپخته داخلش بود. اول که میخواست اینه بگذاره تا فردا و پس فردا، لیکن امروز دید دوستا آمدن همه را برد تو تروز شد، کبابش کرد و آورد سر سفره، سالم هم آورد. این شد فرقشه. هدف در مهمانی دادن گوشته، همانطوری که هدف در قصابخانه چیه؟ قصابا هر روز هر صبح چقدر گاو و گوسفند و شتر در هر شهر بزرگی مثل زاهدان میکشند. هدف آنها روح را پیدا کردن نیست، هدف آنها اینه که این گوشتش، این گاو، این گوسفند، این شتر بره به فروش و در برابر آن به ما سودی برسه، فایده‌ای برسه. الکی خود را به خون میزنند و آغشته میکنند قصابها، اونها هم میکشند، لیکن آنجا هدف فروش گوشته و استفاده گوشته و اونها هم اضافه اینه که از این گوشت هم به ما فایده‌ای برسه. اگر 10,000 گرفتیم 15,000 به فروش بده، 5,000 سود ما باشه. لیکن اینها را که جلوی عمرا میکشند، اینها را که میبرند جلوی حاجی ها میکشند، هدف گوشت نیست، هدف مهمانی نیست. اگر هدف گوشت و مهمانی به خانه بکشند، هر که برای حاجیش که ملاقاتی هاش میاند و پذیرایی میکنه 100 تا گوسفند تو خانه بکشه، تو کساب خانه بکشه، بره از کساب خانه 10 تا لاش گوسفند بیاره، کسی که ممنوع نکرده و این مستحب هم است، بلکه مهمان نوازی خودش یک عبادت بسیار بزرگه. حضرت ابراهیم علیه السلام و جاء بعجل حنیف، شما اینه بگی گوساله را در جلوی جبرائیل و میکائیل مهمانه کش، فراغ الی اهلی، از محضر مهمان ها یواشی بلند شد و رفت. فراغ معنیش همینه، از ذهب مخفیا. در مهمانی هدف دادن گوشته یا رو را پیدا کردنه. جلوی مهمان شما 100 تا گوسفند بکشید و موقع نهار بهش بازنجان بدید، آیا شما مهمان اکرام کردید و اون مهمان از شما خوشنود میشه؟ نه شما مهمان اکرام کردید و نه مهمان از شما خوشنود میشه. 10 تا گوسفند هم جلوش بکشید. و در مهمانی گوشت دادن هدفه، و گوشت دادن که همه ما بر خاطر گوشت بخوریم، خود ما بخوریم، مهمان ما بخورد. و در قربانی چیه؟ که خدا گفته که اون محبوب و حیوان را سرمایه‌دار، کسی که خدا بهش پول داده و پول قربانی دارد، مقصد اونجا جان این حیوان را برای خدا گرفتنه. این خاطر قربانی را اگر شما به یکی زنده خیرات بدید و اون نکشد وکالتاً، این قربانی شما ادا نمیشه. در قربانی هدف اینه که باید این جان برای جان آفرین فدا بشه. قرآن فرموده لا ینال الله لحومها، گوشت قربانی که به خدا نمیرسه، ولا دماؤها، خونش هم به خدا نمیرسد، ولکن یناله التقوا، به خدا آنچه میرسد تقوا هست. اون تقوا چیه؟ شما خدا را معبود میدانید و صاحب حق میدانید و محبوب خود را برای این محبوب فدا می‌کنید، این به خدا میرسد. این خاطر سروران گرامی، هر نظر غیر الله، خب این نظری که میبرن سر زیارت ها یا برای غیر الله نظر میکنن، اون به غیر الله گوشت میرسه، به غیر الله خون میرسه، چه چیز میرسه؟ او بلند میشه حضرت میخوره، گوشت دادن حضرت مقصوده، یا اونجا لاشه خورانی هستن میخورن، گوشت لاشه خوران میخورن و خون هم تو خیابان و کوچه میریزه و به هم میره. لحظا اینجا میگن که ما برای تو قربان کردی، تو محبوب ما بودی. قرآن نگفت و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، همانطوری که برای خدا قربانی
میدن برای آنها قربانی میدن. این نظر غیر الله حرام است و لحاظ اینه بدانید تمام آن چیزهایی اینها را بزرگان دین در نظر غیر الله، شارحین قرآن، مفسرین قرآن، سنت، رسول علیه السلام لعنت کرده چند نفر را. یکی از اون چند نفر فرمود کسی که برای غیر خدا خیر ذبح میکند، لعن الله من ذبح لغیر الله. لذا در تفاصیل ما اهل به لغیر الله را با ما ذبح لغیر الله معنی هم کردند. این تفسیر به نوع شده. یکی از ما اهل به لغیر الله نظر هست. خب این ما ذبح چرا معنی کرده؟ چرا نگفته ما نذر لغیر الله؟ حرمت چه زمانی قطعی میشه؟ او زمانی که ذبح میشه. آقای نظر کرده این گوسفند را برای ملک یعقوب، آمد در دستگاه دارالعلوم زاهدان قرآن شنید، نظر اونجا خانه بسته، فورا متوجه شد که این نظر غیر الله حرامه، اعتقادش عوض شد. اعتقادش چی شد؟ عوض شد. دیگه من نظر برای غیر خدا نمیدم، برای هیچ احدی جز خدا من نظر نمیدم. نظر برای الله موحد شد، اعتقاد قبلیش عوض شد، خب او حرام نمیشه که نظر کرده. او الان نظر خدا شد و به مسجد مکی آورده شد به جای سر ملک یعقوب. خب این میشه حلال. لیکن نظر ملک یعقوب را در خانه کشت، گوشتها اونجا بودن و آمد مسئله توحید را فهمید. به طور مثال میگم الان چون به نام غیر خدا و برای نظر غیر خدا کشته شده، حالا که توحید آمده، توحید آمد، مولای آمد، واز کرد، تبلیغ کرد، مسائل بیان کرد، او فهمید، حالا تدارک نمیشه، او ذبح شد برای غیر خدا، حرمت او ثابت شد، بر نمیگردد. به این خاطر مفسرین با ما ذبح لغیر الله معنیش کردن، ورنه هیچ لغت اهل را به معنی ذبح نکرده. اگر اون تفسیر به نوع هست، تفسیر به مراد و مقصود هست. اکثر نظرها به صورت دام بودن، اکثر نظرها به صورت دام بودن. باز الله تعالی همین قدر احسان کرده که همین محرمات الهی، میتة از دم است، لحم خنزیر ما اهل به لغیر الله است، در صورت استرار حلال است. شما مضطر شدید هیچ غذایی جز یک گوشت خوک یا خوک دیده نمیشه و گرسنه شدید و میخواهید از گرسنگی از زمین نتونید بلند بشید، لذا اندازه‌ای که حیاتی شما باقی میماند از تکه گوشت خوک بخورید، از میته بخورید، از همین نظر ما اهل به لغیر الله بخورید. اگر هر چهارتا جلوی شما، اینجا میته است، اینجا خونه، اینجا لحم خنزیره، اینجا نظر غیر الله است، از میته بخورید. اگر میته نبود خون از خون بخورید، اگر خونی نبود خنزیری بخورید، اگر خنزیری نبود باز نظر غیر الله را بخورید. اینجا حرمت اینها به همین ترتیبه. حرمت ما اهل به لغیر الله غلیظ‌تره، باز حرمت خنزیره، باز حرمت دمه و کمتر حرمت میته. میته نام خدا بران گرفته نشده، جان بیرون آمده و خون کثیف در وجود او باقی با خون با گوشت وصل شد، به این خاطر میته هست. ورنه دیگه همون گوسفنده که شما بسم الله الله اکبر میکردید و سر میبریدید، حلال حلال، طیب طیب، پاک پاک. یک یهودی، یک هندوی مسلمان ها را طعنه زد، گفت حیوانی را که خود شما سر میبرید میخورید و آنی را که خدا میکشد نمیخورید. عجیب شما مسلمان ها، گوسفند همون گوسفنده.
عقل نگاه کن، عقلا در برابر حکم آمد. ظاهرا کوچ همون کوچه، ما بسم الله الله اکبر میکردیم، حلال طیب بود، بره همون بره، لیکن وقتی میمیره میته ما نمیخوریم که مردار شده، حرام شد. ما بلوطه میگیم حرام شده، نمیگیم حرام شده. عالم دید که اگر من میگم قرآن گفته که اینه که شما سر میبوری حلاله و آن چیزی که میمیره و سرش بریده نمیشه او حرامه، قرآن به ما گفته است. او که قرآن را کتاب خدا قبول دادن، اگر او کتاب خدا قبول میداشت اعتراض نمیکرد. این عالم دانایی کرد و یک دلیل عقلی در برابر عقل آورد. گفت ببین یک شیری در خانه تو نسل میکنی و آب چاهنیمه تو وصل میکنی و از آن شیر هم می نوشی و هم غسل میکنی و هم وضو میگیری، هم تو دهن میریزی هم روی سر میریزی. یک شیر را خدا در وجود تو وصل کرده، خدا وصل کرده، تو هیچی نکردی. نه از آن شیر الهی که وصل کرده نه تو میخوری نه غسل میکنی. ها از اون شیری که خدا وصل کرده، از اون منبع آبی که خدا درون تو وصل کرده، نه میخوری نه غسل میکنی نه تو دهن میریزی نه روی چهره میریزی. خیت شد ما. توجه شی بابا، مثالیه هر عقل را با عقل باید جواب داد. او با عقل پوچ آمد و قیاس کرد. این هم عالم با عقل خودش که خدا او را بصیرت داده بود او را ساکت کرده گذاشت. بله هر چیزی را که خدا کرده است معنیش نیست که مردم حتما باید استفاده کنند. بله همون خدا میته را حرام کرده و مذبوحه را حلال کرده و بعضی ها میگن ما نظر میکنیم، گوش کنیم، ما نظر میکنیم برای غیر الله، لیکن موقعی که سرش میبوری بسم الله الله اکبر میگی. آیا بسم الله الله اکبر این حلال نمیکنن؟ نه، همان طوری که بسم الله الله اکبر میته را حلال نمیکنه، بسم الله الله اکبر خنزیر را حلال نمیکنه، بسم الله الله اکبر سگ و خر را حلال نمیکنه. همه مولوی ها جمع بشن و همه بگن بسم الله الله اکبر، سر خر را ببرن گوشتش حلاله، سگ سر را ببرن گوشتش حلاله و بسم الله الله اکبر حلال را حلال میکنن، حرام الهی را حلال نمیکنه. تو شما گوسفند را میگی حرامه، همونطوری که الله تعالی میته را حرام کرده، همینی که نظر برای غیر خدا بشه همون خدا حرامش کرده. 1000 مرتبه هم بسم الله الله اکبر بکنی و سرش ببوری حلال نمیشه. میشه؟ همچنین حاجی محرم، حاجی که احرام میبندد، حالا اگر صیدی شکاری حاجی کرد و بسم الله الله اکبر کرد و سرش ببوری او حلال میشه یا حرامه؟ شما مگر مسئله را نمیدانی؟ من برای شما میگم حرامه. حاجی که احرام بست اگر صید و شکاری کرد و میلیارد مرتبه این حاجی بسم الله الله اکبر بکنه و سر این صید را و شکار را ببره حرامه. محرم ببره حرامه. حرام و حلال کننده الله، هر چیز را که خدا حرام کرده حرامه، حلال نمیشه. بی خاطر الله تعالی میگه نیز اینقدر آسانی گذاشته است که هر که مضطر شد در حالی که غیر تجاوز کننده باشد و غیر طلب کننده، ببینید باغن و عادل، اینو بفهمید. باغن به معنی طلب کننده لذت، در صورت استراحت برای لذت اجازه نیست که بخورید و از ضرورت هم بالاتر تجاوز کنید جایز نیست. لیکن امام شافعی رحمه الله میگه
اگر کسی سفر گناه را دارد برای بغاوت دارد می رود، حالا ناچار شده گرسنه شده، او نمیتواند گوشت خنزیر بخورد. و اگر تجاوزگر است اون هم نمیتواند بخورد. لیکن ما این معنی را نمی کنیم. مضطر خواه در سفر خودش عاصی باشد یا مطیع باشد، در هر حال اون میتواند از میته استفاده کند. خب حضرت ما به مطابق مذهب احناف معنی میکنیم هر که مضطر شد بخوره، فمن اضطر بخوره کلو، لیکن غیر طلب کننده لذت باشد و غیر تجاوز کننده از حد باشد تو فلا اسم علیه. مضطر شد فاکلا پس خورد غیر باقی و غیر عادی، یعنی طلبگار لذت نباشد و تجاوز کننده از حد ضرورت هم نباشد تو فلا اسم علیه، بر سر آن مضطر گناهی نیست. چرا؟ الله غفور است، در مورد افترار عفو گناه کرده، رحیم است، اجازه داده بخورید. همین قاعده بزرگی فقهای ذکر کردند که از ضرورت تبیح المحظورات، ضرورت بسیاری از ممنوعات را حلال میکنه. این ضرورته. شما مضطر شدید، از تشنگی میخواهید بمیرید، حالا شرابی به جلوی شما آمد، اگر نخورید میمیرید، حالا این برای شما حلاله، بخورید تا زندگی شما باقی بماند. این همون محظوره. شما گرسنه شدید، دیگه هیچ چیزی یافت نشد غیر از این محرمات الهی، جایزه. شما از گرسنگی میخواید بمیرید، غیر از سگ دیگه هیچی گیر نمیاد. همین سگ سرش ببرید و کبابی بکنید اندازه زندگی بکنید. من استر غیر باغ ولا آب، خریه دیگه هیچی گیر نمیاد. یه خری با شما هم باید. اگر این خر را نکشید و نپزید و نخورید میمیرید از گرسنگی. بکش این خر بپس و بخور، همه اندازه که ضرورت تو تا. نفهمیدی؟ این همونه که خدا مهربانه. حالا عکس گرفتن حرامه، لیکن شما را به حج عمره نمیگذارن تا عکس نگیرید. خب این ضرورته، ضرورت یک نیازه. دنیا همین تصویبش کرده و حاکم هم بدون عکس نمیگذارد برید، و حتی در سعودی هم عکس شما نباشه شما را نمیگذارن، لذا مجبورید عکس بگیرید. اینجا ضرورت شد، محظور ضرورت مباح کرده. میگه عکس یادگاری درست نیست، او حرامه، او ضرورت نیست. فهمیدید؟ ها، این قانون الهیه. ان الله غفور رحیم است، بخشنده، مهربانه. در صورت اضطرار بسیار چیزهای حرام برای شما حلال کرده. هر جا الله تعالی احسان کرده، محرمات را موقت مقید کرده که در صورت اضطرار هم برای شما حلال میشه. مضطر همونه میگن که دیگه اگر نخورد میمیره. اینا نمیگه مضطر که اشتیاق گوشت پیدا شده، نان هست، برنج هست، غذا هست، لیکن اشتهای گوشته. اشتهای گوشت ضرورت نیست. ان الذين يكتمون ما انزل الله هم الاولياء، گوش کنید اونایی کتمان میکنن ما انزل الله را از کتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، و کمی پول به خاطر کتمان میگیرن. الله همینه. امروز نظرهای غیر الله را جلوی حاجی ها میبرن میکشن، هیچ کس هیچی نمیگه. این کتمانه. من اعتقاد من اینه در تحریم در ما اهل بهی و در تحریمات غیر الله خیلی کتمان شده است. الله تعالی دانسته و وعید کرده. چه ارتباطی این آیه با ما قبل دارد؟ کلام رب العالمینه. ما قبل محرمات را ذکر کرد، باز الله تهدید میکند که این چیزهایی را که من خدا حرام کردم شما حکم حرمت اینها را بیان. نظرهای غیر الله
ورنه حرام بیان نمی کنید که نظر غیر الله بیاد حضرت بخوره. نظر زیارت میخورن و نظرها را کی میخورن؟ همین ملاها میخورن، همین عباداران میخورن. و اگر بیان کنن نظرهای غیر الله نمیان، الله تعالی میگه جهنم میخوره بی ایمان. سر زیارت ها لا شخورا و میشوه نگفت لا شخور افتادن. یکی گفت دایی منه توبه کرد خدا ببخشده، گفت منو ملنگ الله سر زیارت ملک یعقوب نه پیر سهراب در 3 روز 60 تا گوسفند کشت. 60 تا گوسفند. گفت این از پشت کشه که ها سال آبادی بود، یک زواری آمد 60 گوسفند باشون همراه بود و این 60 گوسفند را به مدت 3 روز منو ملنگلنگ زدن. 2 نفری کشتیم و پوست کندی، هر روز 20 تا می کشتیم و اینقدر فی بود و گوشت که ما ظرفی نداشتیم. من این فیها را ذوب می کردم و بعد اینها را تو شکمبه می کردم و به منها آویزان می کردم که پی خشک میشه و در فصل زمستان تمام از این پی خوردیم. این شاهد اینیه. هزاران راست گوسفند میگه مردم می آمدن در دور بر اون زیارت اقامه می کردن و مراقب بودن که زواری آمده 10 تا گوسفند همراه، همه می رفتند و می خوردند و می آوردند. اونهایی که زنده و این حکایت را می کنن که اینقدر گوسفند در اینجا کشته میشه سر زیارت ها، همین الله تعالی میگه اینها کتمان میکنن که میخواهند بخورن، اینها آتش جهنم را. حرام من خدا را کلام رب العالمین است، با هم ارتباط دارد. زجر برای اهل کتاب که با وجود دانستن نه حرمت نزول غیر الله آن را کتمان میکنن و میخورن. و یهود و نصارا این مرض را داشتند، نظرهای انبیاء و اولیاء را میخوردن. الله تعالی فرمود او مولوی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، ما انزل الله من الكتاب، تورات انجیل زبور فرقان، و میخورن به خاطر این کتمان خرید میکنن کمی پول گوشت گوسفند. این پولهایی که نظر غیر الله سر قبرها میریزن و تمام این صندوقها که سر قبرها نصبن و نذورات مزار نوشته، نذورات مزار، همه این نذورات مزار نظر غیر الله هستند و اینها سختند و حرامند و خدا میگه اینها جهنم میخورند. این نظرهای غیر الله هستند. الله تعالی میگه اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمیخورند در شکم خود مگر آتش جهنم. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، الله با اینها به لطف کلام نمی کند روز قیامت. هم نظر غیر الله خوردن، به نام غیر الله خوردن، گاف صندوق های بزرگ، نذورات مزار. و خدا گفته برای مزار نظر کنی، برای اولیاء نظر کنی؟ گفته خدا اولیاء نیازی نداره. باقی میگه ایصال ثواب، ایصال ثواب، ایصال ثواب و ایصال ثواب. نظر کن به خدا بده، ثوابش را به پدر و مادر ایصال کن، ثوابش را به اولیاء ایصال کن که در حقیقت و اولیاء نیازمندند، نیاز ایصال ثواب دارند، کم ثواب دارند، کم ذکر کردن، کم تلاوت کردن، کم خودشون نظر برای خدا دادن، کم حج و عمره کردن، اونا که کم بودی دارن. محتاج پدر و مادر تو. ضرورت دارن. قربانی چیه؟ شما برای پدر و مادر خودتان قربانی میکنید، هدف الله، ثوابش خدا به پدر و مادر بده.
ثوابش را خدا به پیغمبر علیه السلام عنایت کنه. اون چیز دیگره. این که شما نظر میکنید و میبرید سر قبر این چیز دیگره. خدا با اینها کلام نمی کند با الله شکوران روز قیامت و خدا اینها را هم پاک نمی کند از گناه و برای اینها عذاب علیم هستند. الله تعالی وعید سختی دارد می کند لا شکوران را. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها ضلالت را در برابر هدایت ترجیح دادند، دنیای فانی را در برابر هدایت و عذاب را در برابر مغفرت. فما اصبرهم علی النار، این فعل تعجبه. چه چیزی اینها را صبر میده بر آتش جهنم؟ اینها به خاطر شکم آتش جهنم را دارن خرید میکنن، ضلالت را در برابر هدایت. آیات الهیه. ذالک، این ثمرات گوناگون که الله اینها را از گناه پاک نمی کند، با لطف با اینها کلام نمی کند، اینها عذاب عظیم دارند. 4 ثمره ذکر کرد. اینها در شکم خود آتش جهنم را می خورند، خدا به لطف با اینها کلام نمی کند، الله تعالی اینها را از گناه پاک نمی کند، اینها عذاب علیم دارند. چرا؟ ذالک، این ثمرات به خاطر اینند که اینها یقین کنید شما لتستیقنوا که ان الله نزل الکتاب بالحق، الله کتاب را به حق نازل کرده، تمام دستورات را در کتاب داده و آنهایی که اختلاف دارند در کتاب با اهل حق تو لفی شقاق بعید، در یک عناد بسیار دور از حق است. شقاق به معنای اختلاف، شقاق به معنای عناد. اون عناد و اختلاف از حق خیلی دوره. بله الله سبحانه و تعالی این چیز را بعد یک زجر دیگر، اینها نسبت به تحویل قبله خیلی اختلاف کرده ما پیدا. الله تعالی این چیز شما اینقدر اختلاف میکنید؟ نیکی مگه همینه که شما رخ را به مشرق و مغرب کنید؟ همین نیکی؟ اختلاف کنار بگذارید. اون رخ به بیت الله کرده یک حکم خدا هست، یکی از احکام الهی. نیکی منحصر در این نیست، هزاران در نیکی هست، این نیکی ها را انجام بدید. لیس البر، نیست نیکی منحصر به این که منصرف کنی شما چهرهایتان را به جانب مشرق یا به جانب مغرب، لیکن بر و نیکی اون کسی هست که ایمان درست به احکام الهی دارد، ایمان به روز آخرت دارد، ایمان به وجود ملائکه دارد، ایمان به کتابهای الهی دارد، ایمان به انبیا دارد و به پیام انبیا دارد و میدهد مال را با وجودی که مال را دوست دارد، به ذوی القربی میدهد، به یتاما میدهد، به مساکین میدهد و به ابن السبیل میدهد، به اون کسی که در راه خدا محصوره، قدرت کسب و کار را ندارد، شب و روز تو مدرسه افتاده، شب و روز تو جبهه جهاد است، مسافره. بله مسافرن اینها. ببینید در راه خدا فی سبیل الله ابن سبیل، سائلین در ماندن از کلام خرج خود و در آزاد کردن گردنها و نماز برپا می کنند، زکات می دهند، نیکی اینها هستند و خصوصا ایفا می کنند عهدهایی که با خدا عهد کردند که خدا اگر این مشکل من تکمیل شد این نذر بهت میدم، این نذر برای تو میدم، 1,000,000 خیرات میکنم، یک گوسفندی خیرات میکنم. اینا عهدن با خدا کردن، این موارد انفاق میکنن. این هست نیکی. شما همه گفتید مشرق مغرب قبله، چیه اینها را اختلاف کردن؟ و خصوصا من خدا تعریف میکنم آنهایی را که صبر میکنن فی البأساء، در سختی های دشمن، ضرا، در ضررهای جانی و مالی و خصوصا هنگام جنگ.
باسا فقیری را میگن، ناداری را، و ضررهای بدنی بر مال جان انسان میاد و خصوصا موقع جنگ در برابر دشمن صبر میکنن. من آنها را تعریف میکنم. این از صابرین منصوب علی المرء، ای امده الصابرین فی البأساء، در تنگ دستی ها، ضرا در ضررهای بدنی، و حین الباس، و خصوصا وقت جنگ. من این صابرین را تعریف میکنم. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خلاصه این که اینهایی که این عمل را انجام میدن، اینها واقعا صادقن، اینها صدیقن در عقاید و در اخلاق و در اعمال، اینها صادقن و اینها متقین در عمل. اینها هستند که از جهنم نجات میکنن. بله، این نیست نیکی که همه شما مشرق و مغرب را، نیکی در این منحصر نشده. ولکن البر، اینجا مضاف مقدر ذات، بر یعنی صاحب نیکی، یا اینجا مقدر کنید ولکن البر بر من آمن. اول ایمان، ایمان به خدا چیه؟ ایمان به خدا یهود داشت، نصارا داشت، نصرانی داشت. ایمان بالله، ایمان به ما انزل الله، ایمان به دستورات الهی. حرام خدا را حرام بدانید، حلال خدا را حلال بدانید، در تحلیل و تحریم حاکم الله را بدانید. آنچه را خدا حلال کرده حلال بدانید، آنچه را خدا حرام کرده حرام بدانید، آنچه را خدا مشروع کرده او را مشروع جائز بدانید، آنچه را خدا مشروع نکرده حرام کرده حرام خدا را حرام بدانید، حلال خدا را حرام بدانید، جائز خدا را جائز بدانید و ناجائز خدا را ناجائز بدانید. این ایمان بالله است. ورنه ایمان به ذات الله که همه کافرها داشتن. نفهمیدی؟ قرآن را بفهمید دیگه. و یهود ذات خدا را قبول نداشت، نصارا، مشرکین مکه، عاد، ثمود، تمام ذات خدا را که قبول دارن. لیکن ایمان بالله، ایمان به شریعت خدا، ایمان به حلال و حرام خدا، حلال خدا را حلال بدانید، این ایمان بالله. به کرینه مابعد تو در روز آخرت را هم اعتقاد داشته باشید که هر کس خود را پابند شریعت بداند او روز قیامت رستگاره. هر کس شریعت تخطی کنه، تجاوز کنه، او ناکامه، او ایمان به قیامت نداره. این همه ملائکه، کتاب و نبی. کتاب، ایمان به ملائکه چیه سروران گرامی؟ مومن بهی چیه؟ ایمان به ملائکه اینه که انسان اعتقاد داشته باشد که الله تعالی مخلوقی به نام فرشته دارد. اینها نورانیه، اینها گناه نمی کنند، اینها حکم خدا را انجام بدون کم و کار. این ایمان به ملائکه. امروز مردم منکر وجود ملائکه هستند. که ملائکه یعنی چی؟ اینها کافر مطلق. ایمان داشته باشد که با ما محافظان الهی هستند، کرام کاتبین هستند، اعمال حسنه ما را ضبط میکنند، اعمال سیئه ما را ضبط میکنند، ما را محافظت میکنند، به ما را موت میدن، به فرمان خدا ارزاق را تقسیم میکنند. از همه معززتر جبرائیل است. باز 4 فرشته معزز، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، حاملین عرش و من حوله. این ایمان به ملائکه. ایمان به کتاب، الف لام برای جنس، تمام کتابهایی که الله تعالی بر انبیا نازل کرده همه حق بودن. ایمان به تمام نبی ها. اینجا من اینقدر دارم فشار میدم، ایمان به امامت ائمه اینجا چرا ذکر نشد؟ هر جا الله تعالی ذکر مؤمن بهی را کرده، ذات الله هست، یوم آخرت هست، ایمان به ملائکه هست، ایمان به کتاب آسمانی هست، ایمان به نبیین هست، و هیچ جا خدا نگفته ایمان به امامت ائمه. چون مؤمن بهی نیست.
اینها جز ایمان میدانند. یکی میگو اگرچه اینها اعتقاد به امامت ندارند، امامت ائمه ندارند، اینها جز مؤمن بهی میدانند، لیکن قرآن نگفته. تمام جاهایی که الله تعالی مؤمن بهی را، یعنی آن چیزهایی که ما باید به آنها ایمان داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، امامت ائمه نیست. نیکی چیه؟ نیکی اینه که آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبی، اینها مؤمن بهی هست. و تفصیل ایمان ما هم همینه. قرآن گفته کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. هر جا الله تعالی همینه گفته. و ما هم در ایمانی که به ما تلقین کردن ایمان ما هم همینه. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی. این هم در تشریح ایمان گفته است. وقتی جبرائیل از رسول الله در حدیث جبرائیل پرسید من ایمان، ها تشریح چی بود برای ایمان؟ همان چی که در قرآن و القدر خیره و شره هم این قرآن هم گفته ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. خیر و شر فقط از طرف خدا، از کسی دیگر نیست. پس ایمان به امامت ائمه در تشریح مؤمن بهی نیست. در تمام قرآن بگردید از باب بسم الله تا سین و الناس لازم نیست که حتما ما ایمان به امامت ائمه بیاریم، جز مؤمن بهی نیست. ایمان به نبیین اینه آن چه بر پیغمبر خدا نازل کرده هست همه را قبول کنه، عملا به فرمایشات آخرین نبی خدا، اعتقادا همه انبیاء را ما نبی قبول داریم که از طرف خدا پیام گرفتن و به ما رسانیدن و هر نبی در ابلاغ پیام خدا کامل بود. مگر یکی گفته، یک بدبختی گفته حضرت یونس در پیام رسانی کوتاهی داشت، استثناء کرده. نه، حضرت یونس پیام خدا را کاملا ابلاغ کرد. همه انبیاء بودن و از طرف خدا پیام را کاملا ابلاغ کردن. خب بحث اعمال بوده، بدن مال را در حالی که محبوب داره، الا حبهی ضمیر حبهی دو مرجع داره، مال را محبوب دارند و میدن. اگر انسان سیر میشه نمیدانه چی کار کنه نه، در حالی که خدا آنها دوست دارند میدن. یا علا حبی یعنی مطابق محبت خدا مال میدن. خدا گفته بدید مال میدن. مال را به چه موارد میدن؟ به ذی القربا میدن. نظر نمی کنن برای غیر الله، برای پیرها نظر نمی کنن. این نظر کردن میدن به ذی القربا، میدن به یتاما، میدن به مساکین، ابن سبیل. از اینجا تا کربلا نمیدن، همینجا میدن به سائل، درماندگان و در آزادی گردنها. و دیگه این در قسمت مال انفاق میکنن. موارد انفاق را هم قرآن عظیم شان ذکر. اینجا فقط فی سبیل الله نه آمده، ابن سبیل مسافرین را میگه. فی سبیل الله جاهای دیگه قرآن عظیم شان به کثرت گفته فی سبیل الله. مصارف را به جاهای متعدد قرآن ذکر کرده. انشالله در آخر سوره موارد مصرف را هم قرآن ذکر کرده. چی چیز را خرج کنی هم قرآن ذکر کرده. خلاصه این همه مواردی که من در خدمت شما عرض کردم اینها نیکی هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.